مرزبانان استونیا یک شهروند تاجیکستان را که از مرز روسیه با استونیا عبور کرده برای شب و روز کردن در یک دهه جای خوب میجست دستگیر کردند. ساکنان محلی پناهجوی تاجیک را به خانهاش رو ندادند، برعکس به مرزبانان خبر دادند. چنین به نظر میرسد که تاجیک بیچاره فکری کرده است که در اروپا هم مردم مثل تاجیک‌ها میمانند. درباره بازداشت این پناهجوی تاجیک روز 22 ینور سال 2023 شرکت ملی تلویزیون و رادیوی استونیا خبر داد. بنا به گزارش بخش روسی این رسانه، شام چهارشنبه 18 ینور سال 2023 یک نفر ناشناس که سواره ولسپید بود از یک ساکن جماعت سیتوما که در مرز استونیا با روسیه جایگیر شده است برای شبش را روز کردن جای خوب پرسیده است. از بس که صاحب خانه این آدم را نمیشناخت خواهش او را رد کرده و درباره در دههشان پیدا شدن یک آدم مشکوک به مرزبانان خبر داده است. مرزبانان استونیا به تعقیب این ولسپیدران پرداخته او را در حالت حرکت در شورای وریاسکا اولیتینا دستگیر کردند. در جریان تفتیش حجت‌های او معلوم شد که این ولسپیدران شهروند تاجیکستان بوده غیر قانونی مرز استونیا را عبور کرده است. او را به قسم مرزبانی برده به تحقیق قضیه‌اش شروع کردند. معلوم نیست که او به کدام دلیل مرز روسیه با استونیا را عبور کرده به قلمرو اتحاد اروپا آمده است.